سلام، امروز میخوام در مورد خرگوش بامزه با گوش‌های افتاده به نام خرگوش لوپ یا لوپ هلندی صحبت کنم. پس تا انتها با من همراه بشید. در مورد تاریخ خرگوش لوپ باید بگیم که این خرگوش از نوادگان خرگوش اروپاییه. زمانی که خرگوش اروپایی با نژادهای دیگه جفتگیری کرده، خرگوش لوپ به وجود اومده. خرگوش لوپ دارای گوش‌های کشیده و بلنده که به علت افتادگی گوش‌هاش قادر به تکون دادن اونا نیست. یکی از دلایل بلندی گوش‌های خرگوش محدودیت فضا و گرما بوده که باعث شده خرگوش با گوش‌های بلند حتی تا 76 سانتی متر به وجود بیاد. این خرگوش‌ها از قرن 19 حاصل جفتگیری خرگوش اروپایی با نژادهای دیگه بوده و تاکنون به حداکثر تعداد خودش رسیده. در مورد تاریخچه پرورش خرگوش لوپ هلندی هم باید بگیم که شکل‌گیری نژاد لوپ هلندی بیشتر از 10 دهه طول کشیده. آدریان دکاک که هلندی بود می‌خواست ویژگی‌های خرگوش لوپ فرانسوی و خرگوش نژاد کوتوله هلندی رو با هم ترکیب کنه. اینا دو تا نژاد کاملا متفاوتن، به همین دلیل ترکیبشون چندان ساده نبوده. متاسفانه تلاش‌های اولیه دکاک موفق نبود. دلیلش هم این بود که گوش‌های خرگوش‌ها صاف و سیخ می‌ایستاد و اون حالت آویزون لوپ هلندی رو نداشت. در سال 1952 میلادی دکاک یکی از این خرگوش‌ها رو با لوپ انگلیسی ترکیب کرد و بعد از چند بار تلاش بالاخره تونست لوپ هلندی رو با ویژگی گوش‌های افتاده لوپ فرانسوی پرورش بده. این نژاد در سال 1964 میلادی توسط باشگاه ملی خرگوش در هلند و در سال 1976 میلادی توسط انجمن پرورش دهندگان خرگوش ایالات متحده به رسمیت شناخته شد. خرگوش لوپ انواع مختلفی داره. خرگوش لوپ انگلیسی با گوش‌های بسیار بزرگ، لوپ فرانسوی، لوپ کوتوله، لوپ کوچیک و لوپ میسنر. لوپ هلندی که در ایران از همه هم معروف‌تر هست. بلندی گوش این خرگوش‌ها بر اساس نژادشون متفاوته، اما همه انواع خرگوش لوپ گوش‌های افتاده‌ای دارن. خرگوش لوپ فرانسوی بزرگه و وزنش به 6 کیلوگرم و اندازه گوشش به 42 سانتی متر میرسه. گوش لوپ انگلیسی بزرگتره و اندازهش به 64 سانتی متر هم میرسه. لوپ کوچیک وزن زیادی نداره و وزنش حدود 3.5 کیلوگرمه. لوپ کوتوله هم حداکثر 2 کیلوگرم وزن داره. به طور کلی وزن خرگوش‌های لوپ بین 1 تا 8 کیلوگرم و عمرشون حدود 8 ساله. بدنشون چاق و پرحجمه، موهاشون پرو و رنگ‌هاشون هم متفاوته. موهاشون بر حسب نژادشون بلند یا کوتاه و پوستشون همیشه نرم و ابریشمیه. از نظر رفتاری خرگوش لوپ با گوش‌های افتاده‌اش یه حیوان خونگی خاص بسیار باهوشه که خیلی هم سریع و آسون آموزش می‌بینه. همینجور تنهایی رو دوست نداره، بنابراین باید کنارش باشید و به اون رسیدگی کنید. خرگوش لوپ حیوان خونگی اجتماعی و باهوش و مهربونیه که به راحتی میتونید باهاش بازی کنید. البته گاهی این خرگوش پرخاشگر و خشن هم میشه، اما با تربیت صحیح میتونید این مشکل رو حل بکنید. خرگوش لوپ عاشق بازی کردن، دویدن و پریدنه. اگه به اون قاطعانه نبگین متوجه میشه اجازه چه کارهایی رو داره و چه کارهایی براش ممنوعه. ممکنه بعد از اون که یاد گرفت چه کار باید بکنه هم گاهی خرابکاری‌های انجام بده، پس باید برای آموزش به او سرسخت و صبور باشید. این خرگوش عاشق دوست بودن با صاحب خودش، خرگوش‌های دیگه و سگ و گربه است و کاملا اجتماعیه. البته باید بگیم که اگه سگ یا گربه دارین همیشه زمانی که با خرگوش هستن اونها رو تحت نظر داشته باشین تا مشکلی به وجود نیاد. همونجور که قبلا گفتیم میانگین عمر خرگوش لوپ 6 تا 8 ساله. معمولا خوش اخلاق و رفتار پرخاشگرانه‌ای نداره. مراقبت ازش هم در کل تقریبا مثل خرگوش خونگی معمولیه. تربیت کردنش هم شبیه تربیت خرگوش‌های دیگه است. در ضمن صورت این خرگوش معمولا نسبت به خرگوش‌های معمولی فلت‌تر هست، یعنی پختره، یعنی خیلی پوزه ندارن و موهای بلندتری هم دارن. این خرگوش‌ها رنگ‌های مختلفی هم دارن مثل آبی، سفید، قهوه‌ای، مشکی و غیره. در کل همونجور که قبلا گفتیم 5 تا نژاد رسمی خرگوش لوپ وجود داره. اولیش لوپ انگلیسیه که پدرجد همه خرگوش‌های لوپه. میتونه تقریبا به هر رنگی وجود داشته باشه. گوش‌هاش اونقدر بلنده که روی زمین هم کشیده میشه. این نوع خرگوش نژاد بزرگیه و معمولا حدود 4 تا 5.5 کیلوگرم وزن داره. دومیش خرگوش لوپ فرنچ یا فرانسویه. وزن لوپ بالغ فرانسوی 5.5 تا 8.5 کیلوگرم هست. بزرگترین نژاد لوپه و قبلا برای مصرف گوشتش پرورش داده میشده. سومین نوع خرگوش لوپ هلندیه که یکی از محبوب‌ترین و کوچکترین نژادهای خرگوش لوپه که در ایران محبوب‌ترین و معروف‌ترین لوپیه که شناخته شده و صورت خیلی جمع و جور، موهای پرپشت و گوش‌های کوتاهی داره. این نژاد خرگوش مینیاتوری تقریبا میتونه هر رنگی داشته باشه و یکی از خوش اخلاق‌ترین انواع خرگوش هاست.
حداکثر وزن خرگوش لوپ هلندی معمولا حدود 8.1 کیلوگرم هستش. نوع چهارم فازی آمریکاییه که از ترکیب خرگوش لوپ هلندی و آنگورای فرانسوی به وجود میاد. گوش‌های کوتاهی داره، معمولا وزنش از 8.1 کیلوگرم هم بیشتر نمیشه و فرقش با لوپ هلندی موهای بلندشه. و نوع آخر یا پنجم خرگوش مینی لوپه. خرگوش‌های مینی لوپ بدن گرد و جمع جوری دارن با موهای پرپشت که میتونه به هر رنگی باشه و گوش‌های بلندی که نوکشون تقریبا روی زمین کشیده میشه. این کلمه مینی به معنی کوچیک نیست و مینی لوپ‌ها جثه متوسطی دارن، جوری که وقتی کاملا رشد کردن وزنشون میتونه به حدود 2.2 تا 7.2 کیلوگرم برسه. اما به خاطر این بهشون میگم مینی که مثل یه لوپ فرانسوی با سایز 1/2 یا نصفش هستش. خرگوش لوپ اگه بیرون از خانه لونه‌ای داشته باشه که بتونه اون رو از سرما و بدی آب و هوا در امان نگه داره، میتونه بیرون از خانه هم زندگی کنه. برای نگهداری از این حیوان فعال و پرتحرک درون خونه باید قفسی بزرگ براش انتخاب کنیم، چرا که عاشق دویدن، بازی کردن، کنن زمین، پایین و بالا رفتن و پنهان شدنه. این خرگوش دوست داره آزادانه حرکت کنه، اما باید زیر نظر شما باشه، چون که هر چیزی رو که ببینه میجوه. همچنین باید همیشه تمیز نگه داشته بشه و قفسش در محیطی آرام و دور از جریان شدید هوا باشه. با وجود اینکه حجم موهای خرگوش زیاده و بدنش به نظر حجیم میرسه، اما استخوان‌بندی ضعیفی داره. به همین دلیل باید بسیار مراقب باشید که از بلندی نیفته. هرگز هم اون رو از گوش‌هاش نگیرید. خرگوش‌های لوپ و کل خرگوش‌ها به گرما حساسن، بنابراین نباید در جای خیلی گرم قرار بگیرن. در مورد موهای خرگوش لوپ هم باید بگیم که حتما هفته‌ای 2 بار باید برس زده بشه تا گره نشه و نرم و پرپشت باقی بمونه. اگه خرگوش به جایی دسترسی نداره که ناخناش رو روش بکشه، باید اونا رو مرتب بگیرین. خرگوش لوپ هلندی یه خرگوش کوتوله است، به این معنی که وزنش در هنگام بلوغ کامل تنها 2 کیلوگرمه و اندام پهن و کوتاهی خواهد داشت. این خرگوش در حالت کلی زمانی که ایستاده بیشتر روی دو پای خودش قرار داره و کمتر بر روی دستها قرار میگیره. بدون تردید نمایان‌ترین ویژگی این نژاد گوش‌های فلاپی و افتاده و خضار و پرموی آویزونشه که این خرگوش رو بی‌نهایت دوست داشتنی کرده. لوپ هلندی یکی از محبوب‌ترین نژادهای خرگوش در سراسر دنیا و ایرانه که علاوه بر زیبایی، رفتار دوستانه این حیوان هم موجب این محبوبیت شده. بدون شک این رفتار دوستانه در تمامی نژادهای خرگوش یافت نمیشه و مختص گونه لوپه. رنگبندی خرگوش لوپ هلندی به حدی متنوع است که میشه گفت این رنگبندی‌ها تا 15 رنگ هم میرسه. رنگبندی نژاد به دو دسته تک رنگ و چند رنگ تقسیم میشه و در رنگ‌های متنوعی همچون کاراملی، سفید، سیاه، بلو یا آبی، خاکستری، نارنجی، قهوه‌ای و غیره یافت میشه. در مورد روش تشخیص خرگوش لوپ اصل هم باید بگیم که خرگوش لوپ گوش افتاده‌ای داره، ولی آویزان بودن گوش‌ها همیشه دلیل اصیل بودنش نیست. برای این نوع خرگوش باید به تفاوت‌های دیگه هم توجه کنیم. مثلا به جمجمه خرگوش دقت کنین. غضروف قاعده که انتهای پایینی گوش خرگوش لوپه به خاطر آویزان بودن گوش‌هاش یکم تغییر شکل داده و یه برآمدگی کوچیک بالای سرش هست که بهش تاج میگن. ضمن خرگوش‌های لوپ به استثنای نژاد انگلیسیشون جمجمه کوتاه‌تری دارن. لازم به ذکر که گوش خرگوش لوپ تازه متولد شده آویزون نیست و بدن که سنگین‌تر شد میفته پایین. معمولا تو سن 1 تا 4 ماهگی و بعضن هم بیشتر از این حتی تا 1 سالگی ممکنه اتفاق رخ نده. گوش‌های خرگوش وسیله تنظیم دمای بدنش هست و هر چی بزرگتر باشه حیوان بهتر میتونه توی آب و هوای گرم دووم بیاره. ظاهرا گوش بعضی از خرگوشایی که تو مناطق گرم زندگی میکنن اونقدر بلند و سنگین شده که دیگه نمیتونستن صاف نگرشون دارن. اینجوری بوده که خرگوش لوپ در واقع به وجود اومده. فرق خرگوش لوپ و مینی لوپ چیه؟ خرگوش مینی لوپ از مشتقات خرگوش لوپه. این دو نژاد به دلیل داشتن ریشه یکسان فرق چندانی در ظاهر ندارن و فرقشون بیشتر در اندازه‌شونه. خرگوش مینی لوپ کوچیک‌تره و سرش نسبت به تنش کمی کوچیک‌تر به نظر میرسه. نکته مثبت در مورد خرگوش لوپ اینه که اونا تا حدودی تربیت پذیرن و توانایی یادگیری محل ادرار خودشون در داخل ظرف ادرار رو دارن. همچنین با شنیدن کلماتی مانند یک نه قاطع از زبان صاحب خودشون میتونن متوجه بشن که چه کاری رو نباید انجام بدن. قبلا هم گفتیم این نژاد به دلیل بلند بودن گوش‌هاش باید مرتب چک بشه، چون این نژاد گوش‌های حساسی داره و امکان کک گرفتن از طریق گوش‌ها به نسبت نژادهای دیگه بیشتر هست. همینجور وجود بیش از حد مو در گوش یا بوی بد اون ممکنه به دلیل عفونت باشه. باید سریعا به دامپزشک مراجعه کنیم، چرا که گوشاشون افتاده است و تهویه در اونها درست انجام نمیشه. همینجور نباید مرتب اونها رو شست و حموم کرد، چون خودشون توانایی تمیز کردن خودشون دارن و
شستنشون ممکنه موجب عفونت تو گوششون بشه. فقط در صورت کثیفی بیش از حد باید شسته بشن. البته بعدا کلا صحبت می‌کنیم که نباید خرگوش‌ها رو حموم داد، ولی دلیلش رو بعداً خواهم گفت. خرگوش‌های لوپ دارای موهای زیادی بر روی سطح بدنشون هستن و از اونجایی که پیوسته خودشون رو میلیسن ممکنه گلوله‌های توپی شکل در دستگاه گوارششون تشکیل بشه. اضطراب و استرس برای همه حیونا مضره و خرگوش لوپ هم از این قاعده مستثنا نیست. اضطراب و استرس و ترس موجب کم شدن عمر و حتی در مواقعی باعث مرگشون میشه. خرگوش‌های لوپ کاملا مستعد چاقی هستن. خیلی هم براشون خطرناکه. در کنار رژیم غذایی سالم که بعداً کامل صحبت می‌کنیم، باید فضای کافی برای دویدن و فعالیت حیوان هم فراهم بکنید که محیط نگهداریش هم بعداً صحبت می‌کنیم. خوشبختانه خرگوش لوپ مستعد هیچ گونه بیماری ارثی نیست، اما مراقبت و رسیدگی صحیح جهت حفظ سلامت حیوان در مدت بسیار حائز اهمیته. اطمینان حاصل کنید که به طور مرتب دهان حیوان رو جهت جلوگیری از رشد بیش از حد دندون‌ها بررسی می‌کنید. استفاده از رژیم غذایی بر پایه یونجه به طور طبیعی از رشد بیش از حد دندون‌ها جلوگیری می‌کنه. بعداً کامل توضیح میدم. خرگوش لوپ همونجوری که قبلا گفتیم 7 تا 14 سال عمر می‌کنه. شایع‌ترین مشکلات دامپزشکی خرگوش‌ها که میتونه خطرساز باشه و باید برای درمانشون با یه دامپزشک متخصص مشورت بکنید، عبارتند از عفونت گوش، عفونت دستگاه ادراری، آبسه یا ورم چرکی، ریزش مو، خارش پوستی، مشکلات دندونی به خصوص دندان‌های پیشین و دندان آسیاب، سرطان رحم در ماده خرگوش‌هایی که نازا نشدند یعنی عقیم نشدند، عفونت دستگاه تنفسی، اونم نوع فوقانیش که به عطسه کردن و آبریزش چشم یا بینی خرگوش در این موارد باید دقت بشه. اتساع شکم، کاهش فعالیت یا عدم فعالیت دستگاه گوارش که حتی ممکنه منجر به گرفتگی مدفوع در روده بشه و مدفوع نکنه. تغییر یا عدم تعادل در راه رفتن که در تمام این بیماری ها باید به همراه نحوه تغذیه خرگوش و قفس مناسب و سایر موارد نگهداری خرگوش ها به طور مفصل در بخش تغذیه و نگهداری و بیماری ها صحبت بشه و در مورد همشون صحبت خواهم کرد. خب همراهان گرامی، این هم از معرفی خرگوش لوپ و علل خصوص لوپ هلندی. لطفاً به کانال یوتیوب هم مراجعه و در کانال عضو بشین، چرا که با عضویتتون از زمان بارگذاری ویدیوهای جدیدم در کانال یوتیوب با خبر خواهید شد. لطفاً کانالم رو به سایر دانشجویان دامپزشکی و علاقه‌مندان هم معرفی کنید و منو از نظراتتون محروم نکنید. جلسه بعد به امید خدا میریم سراغ معرفی خرگوش نژاد لهستانی. تا اون روز خسته نباشید.